بچه‌ها یه سمت صورت من با 7500 آرایش شده، یه سمت دیگه با 48500. ببینم میتونین تشخیص بدین کدومشون گرونتره، سمت راست من یا سمت چپ من. اگه اشتباه بگیم پولتون رو دور ریختینا. سلام، خوش اومدین با یه ویدیو دیگه با زوبا. امروز میخوام یه چالش خیلی باحال و کاربردی با هم داشته باشیم. میخوام یه طرف صورتم با وسیله و لوازم آرایش اقتصادی میکاپ کنم، یه طرف دیگه هم با وسیله لوکس و گرونتر. حالا ببینیم کدوم ارزش خرید داره. بریم که انجامش بدیم. مثل همیشه میکاپمون رو با مرطوب کنندمون شروع میکنیم. مرطوب کننده درماتیپیک برای قسمت اقتصادی که قیمتش 250,000 تومنه. برای این سمت از مرطوب کننده کلینیک استفاده میکنم که 300 قیمتشه. حالا میخوام از پرایمرمون استفاده کنم. برای قسمت اقتصادی از پرایمر لورال استفاده میکنم که قیمتش 1,300. برای قسمت گرونترم از بنفیت استفاده میکنم که قیمتش 6 تومن. پرایمرم نسبت به قیمتی که داره واقعا پوستو صاف میکنه. بنفیتم که دیگه همه میدونین چجوریه، یه پوست صاف و مخملی شبیه بچه بهتون میده. خب قیمتش هم گرونه دیگه. یکی از مهمترین قسمت‌ها برای خانوما معمولا کرم پودره. کرم پودر باید کاور خوبی بده و اینکه بعد از یه مدت رو پوست نماسه و بافت خیلی خوبی هم داشته باشه. برای قسمت اقتصادی از کرم پودر رامیلا استفاده میکنم که قیمتش 650. برای قسمت گرونه و لوکس اونم از استیلادر استفاده میکنم که 300. کرم پودر استیلادر یه خوبی که داره کاور خیلی بالایی میده و یه پوست خیلی مخملی بهتون تحویل میده. کانتور چرب میکا فکتوری 950، کانتور چرب نیکس 2400. واو! خیلی بافتش نرمتر از نیکسه و خیلی هم خوب فید میشه برخلاف قیمتش. کانسیلر لورال 790، کانسیلر میکا فوراور 2700. این کانسیلر از کانسیلرهای اقتصادیه که خیلی خوبه، کاور خیلی خوبی داره و رنگ خیلی باحالی هم داره، شماره 326ش. کاور خیلی خوبی میده، خب قیمتش هم خیلی بالاتره. میریم تو قسمت خوش رنگ قضیه. سایه هامون، سایه رولوشن بر قسمت اقتصادیمون که 1,500 قیمتشه و سایه آناستازیامون که 7 میلیون قیمتشه. خداییش پیگمنتی که آناستازیا داره هیچ سایه ای نداره. الکی نیست، من عاشق این سایه ام. ژل ابروی تاپ فیس 450 تومن، ژل ابروی آناستازیا 2,500. حالا وقت پنکیکمونه. برای قسمت اقتصادی از ایمیلی استفاده میکنیم که 590 تومنه. برای قسمت گرونترمونم از مک استفاده میکنیم که 8 تومنه. رژگونه نود 450 تومن، رژگوی آناستازیا 6,900. من خودم عاشق این رژگونم، با اینکه قیمت خیلی خوبی داره، پیگمنت و رنگ خیلی خوبی هم داره. بچه ها تا حالا متوجه شدین که عشق آرایشی من آناستازیا است، ولی توی این وضعیت دلاری کی میتونه آناستازیا بخره؟ خیلی گرون شده. همه خانوما معمولا توی این وضعیت دنبال یه لوازم آرایش و یه برندی هستن که علاوه بر اینکه کیفیت خوبی داشته باشه، قیمت مناسبی هم داشته باشه. ما خانوما همیشه پشت همیم، اینو یادتون نره. پس تو کامنت ها برام بذارین که شما از چه لوازم آرایش و چه برندی استفاده میکنی. رژ لب میبلین 650، رژ لب تاپ 6,500. این میکاپ
شاید تو نمای اول هیچ تفاوتی با هم نداشته باشه، ولی اینی که میکاپ رو با هم متفاوت میکنه موندگاری میکاپه. یعنی اینکه بعد چند ساعت میکاپتون از اون حالت اولی و فرشش خارج نشه، مثلا نماسه یا سایتون پخش نشه، رژ لبتون پاک نشه و از اینجور حرفا دیگه. پس باید چند ساعت بگذره تا تازه ببینیم میکاپ چه فرقی با هم داره. پس من میرم غذا درست میکنم، غذا میخورم و کارامو میرسم و برمیگردم. بس تا آخر ویدیو همراه هم باشین. غذام آماده شد، اومدم تست غذا رو جلوی خودتون بگیرم. دلتون نخواد با سسم میخورم که دیگه سوسی شد. همه قد میتونی سس بخوریم باشه. من برگشتم بعد از 6 ساعت. میخوام نتیجه میکاپم رو بهتون نشون بدم. حالا این چیزی که من خودم میبینم واقعا خیلی تفاوت چندانی نکرد بعد 6 ساعت. پس میتونیم نتیجه بگیریم که این وسیله‌های اقتصادی که این دفعه استفاده کردیم واقعا عالی بود. یعنی خیلی راحت میتونیم به جای 48 میلیون از 7 میلیون استفاده کنیم. چرا این همه پول بدیم ولی که پولمون رو دور بندازیم؟ تنها فرقی که کرده، یه چیزی که من دارم میبینم، یه ذره منافذه. مثلا بازمو تو این قسمت اقتصادیم یه کوچولو نشون داده، اون قسمت یه ذره صاف و صوف‌تره اگه دقت کنین. خب روژم هم یه کوچولو پاک شده، اون یکی نه پاک نشده. ولی خب روژ چیزیه که تو میتونی ترمیمش کنی، نیاز نیست که اینقدر مبلغ خیلی بالایی براش بدیم. و یه چیز دیگه هم که دارم میبینم، سایه آناستازیا اصلا پخش نشده، یعنی هیچ تغییری نکرده. ولی اون سایه که رولوشن زدم یه کوچولو، حالا خیلی به چشم نمیاد، یه کوچولو پخش نشده ها، ولی انگار پیگمنتش یه ذره کمتر شده. تنها فرقش همینه، وگرنه همه چیز خیلی عالیه به نظر من. پس این وسیله های اقتصادی که گفتم عالی بوده. به پایان یه ویدیو دیگه رسیدیم. لایک و کامنت یادتون نره، ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمو از دست ندید. راستی خیلی دوستتون دارم و بوس به کلتون. بای.